ассалому алайкум тамошобинони азиз, мо ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем ва чихеле ки дида истодаед имрӯз мо сабти сайёр дорем ва ба муассисаи томактаби кӯдакистони рақами 35 ба номи 30-солагии истиқлоли шаҳри Хуҷанд ташриф овардем то бубинем ки тарбиятгирандагони ин кӯдакистон наврӯзи оламафрӯзро чихел таҷлил мекунанд. офтобаки ман шоми мо саҳар шуд дафтари сипед. бинандагони азиз, агар аслан ба таърихи ана ҳамин кӯдакистон назар афканем, ин макон таърихи беш аз 40 сола дорад. Замони шӯҳрати ин макон беандоза буд. Калонтарин кӯдакистон дар ҳудуди шаҳр. Як муддат инҷо аз фаъолият боз монд. ин охири солҳои 90 ва ибтидои солҳои 2000 буда тахмин 20 соли тақвимиро ташкил медиҳад. хушбахтона ба ин даргоҳе ки ҳазорон нафар кӯдаконро парваришу тарбия кардааст, моҳи апрели соли 2021 умри дубора бахшида шуд. ин кӯдакистони замонавӣ дорои тамоми шароитҳои муосир буда барои 350 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. расми кушод ва ба истифодадиҳии ин кӯдакистони зебои замонавӣ бо иштироки сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти Тоҷикистон ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифт. имрӯз ҳукумати кишвар, вилоят ва шаҳр тамоми чораву тадбирҳоро баҳри тарбияи шоистаи насли наврас роҳандозӣ мекунад, зеро кӯдакон ояндаи мо. баҳори нозанин ба диёри зебоманзари мо омад. пеш аз ҳама кӯдакон шоду масруранд. баробари муждаи баҳор расидан низ онҳо серташвиш мешаванд. ҳоло бинандагони азиз, ҳамроҳ мову шумо хушҳолӣ ва баромади наврӯзии тарбиятгирандагони муассисаи таълимии томактабии кӯдакистони рақами 35 ба номи 30-солагии истиқлоли шаҳри Хуҷандро тамошо мекунем. марҳамат. کوه و صحرا و دمن گل پوش است، بلبل از سیر چمن بهوش است. کوه و صحرا و دمن گل پوش است، بلبل از سیر چمن بهوش است. جای دل بازی و چندان بازی، جای دیگر سمنک در جوش است. جای دل بازی و چندان بازی، جای دیگر سمنک در جوش است. بیا دوری سمنک شبم امروز کنه، بلا با هنگ و غزل همه نوروز کنه. بیا دوری سمنک شبم امروز کنه، بلا با هنگ و غزل همه نوروز کنه. یکی پیراهنی اطلس به تنش، دیگری رقص کند با چکنش. به درود و به سرود و به سرود جشن نوروز رسید بر وطنش. یکی پیراهنی اطلس به تنش، دیگری رقص کند با چکنش. به درود و به سرود و به سرود جشن نوروز رسید بر وطنش. بیا دوری سمنک شبم امروز کنه، بلا با هنگ و غزل همه نوروز کنه. بیا دوری سمنک شبم امروز کنه، بلا با هنگ و غزل همه نوروز کنه.
زندگی را نیاگان ما محض از نوروز می‌دانستند. بنابر آن برای جشنگیری آن تمام فصل‌های دیگر سال تیاری می‌دیدند. نوروز و بهار را فصل شاعران می‌گویند که این بی سبب نیست، زیرا تصویرهای زیبای طبیعت در نهاد آنان مصرع‌ها و بیت‌های دلانگیز را نسبت زندگی، عشق، محبت بیدار می‌سازد. محفل‌آرای بزم ما رودکی و محستی، خجالتی و زیبونیسا هستند. رودکی چنگ بگرفت و نواخت، باده انداز که او سرود انداخت. آمد بهاری خرم با رنگ و بویی با 100,000 نصحت و آرایشی عجیب. شاید که مردی پیر بدینگه شود جوان، گیتی بدیویا شبا اصحی کشید. بلبل همه بخوان در شاخساری بیت، سار از درخت سرو مره را شده مجیب. ماه از تو لیک خالی بود بی تو جاویدان، ماهی خجنده جای تو در آغوش خجند. من محستیم از همه خوبان شده تا، مشهور به حسن در خراسان و عراق. ای بوی خدیل گنجه از بحر خدا، مگذار چون بسرزم از درد فراق. ای باد که جان فدایی پیغامی تو باد، گر برگذری و کری آن پر نجات. گوی در سری راه محستی را دیدم که از آرزوی تو جانی شیرین میداد. کمال اینجاست ای دل، آن کمالی بر کمال اینجاست. سکوت میوه گل امروز شعری بی زوالی است، و یا دریا دوامی آن غزلهای روانی است. خواجه کمال بحر تبریک ما آمده. بعد از امروز آشکارا دوست می‌دارم تو را، از تو چون کوشم نگارا دوست می‌دارم تو را. در وجود منزی هستی هر سری مویی که هست، دوست می‌دارد مرا تا دوست می‌دارم تو را. خواه در این دل باش ساکن، خواه در آن جان شو مقیم. گر در این جای بر آنجا دوست می‌دارم تو را. آرام آید پیش ثور و لاله رفتن در چمن، تا بدان رخسار و بالا دوست می‌دارم تو را. گفته خونریزمت تا دشمنم داری کمال، من خود از بحر چنین ها دوست می‌دارم تو را. زکات حسن اگر می‌دهی بهر خدا، بیا ای زیبونیسا همچون گدا اینجاست. دست موی از ساختم مجنون در هوا، سر به صحرا می‌دوم لیکن حیات زنجیری پا. بلبل عشاقیده‌ام شد همنشین گل به باغ، در محبت کاملم پروانه هم شاگرد ما. در نهان خونم ظاهر سخت رنگ نازنین،
رنگ من در من میخوان رنگی سلطان در نام. ای نوبهاری گلفشان شاد آمدی شاد آمدی. بر پاک مرزی تاجیکان شاد آمدی شاد آمدی. در شعرهای رودکی باشد هویدا حسن تو. الهام بخش شاعران شاد آمدی شاد آمدی. عزیزانم من بهاری عالم افروز، بهاری کشت و کار و ایامی زنده شوی طبیعتم. وصف من در زبانی تمامی شاعران و حافظان طنین انداز است. سیمایم مورد توجه مان قلمان و عاشقان است. مرا بهار آرزوها هم میگویند. این لحظه به خواست شما به نزدتان آمدم تا هر قدمتان را به دیار آرزوها راهنمود سازم.
السلام استادان آموزگارا، بر شما ارزنده بادان این اقدام ما. ای آفتابی تابان بشنو سلامی ما را، ای خاک تاب پیکاک بشنو سلامی ما را، ای خاکی تاجیکستان بشنو سلامی ما را، ای ساحلی درخشان بشنو سلامی ما را. Boy, 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 boy,
بهاری نو مبارک. زمین از پر گیاه شد، گلی بنفشه وا شد. بهاری نو مبارک. مردم نگرد زیبا نگار می آید، با ناز کرشمه و هزار می آید. کف بیکه به نزدی ما و شما، شادانه و باریده هزار می آید. بهار آمد، بهاری تاجیکستان، بهاری فیضباری تاجیکستان. همه باغ و چمن گل بسر آمد، که بین ماید نثاری تاجیکستان. ای فصل زیبای بهار، خوش آمدید، خوش آمدید. ای مونس گلهای تار، خوش آمدید، خوش آمدید. با دامنی پر از گلت، با سبزه های و سنبولت، با لاله و صفتی هزار. خوش آمدید، خوش آمدید. من بابای دهقان تو را درود میگویم ای همزمان. اطمینان دارم که این سپیده دم با دلی پرفرح، چهره گشاده و طبع خوش، پای از آستانه بیرون نهادی. نوروز آغاز سال نو است. نوروز ایدی طبیعت، ایدی زمین است. این مایم که با طبیعت، با جانوران و رستنی ها هم نوایی و هماهنگی میکنیم. این مایم که در این ایدی بزرگ طبیعت اشتراک می نماییم. با نهال شنانی آن را با فیض‌تر و نکوخسلت‌تر می گردانیم. با مردم رزق می دهیم. وطن را بایتر و پر اقتدارتر، مردم را شاد و ده را آباد می نماییم. بهار آمد، بهار آمد، گلی سوسن قطار آمد. و دهقان وقت کار آمد، بهاری لاله‌زار آمد. تا شما خوان نوروزی گسترده، هفت نشینی آن را تهیه میکنید. من سری زمین برایم و با کشاورزان سنت بابایی، جفتی اولین را رانده، کشتی دانه رزق و روزی را به جا بیارم.
ماهی تابستون بی ریحان مرامتون بازار به خیلی ارزان بی ریحان مرامتون امشب شبی تابستون بی ریحان مرامتون بازار به خیلی ارزان بی ریحان مرامتون چای تلخ دم کرده بی ریحان مرامتون تکلیف کنید خانتون بی ریحان مرامتون چای تلخ دم کرده بی ریحان مرامتون تکلیف کنید خانتون بی ریحان مرامتون مرامتون خریدم دو گوشوار بابا رحمان مرامتون گل بردم به بازار بابا رحمان مرامتون خریدم دو گوشوار بابا رحمان مرامتون گوشوار در گوش کردم بابا رحمان مرامتون شمای بیهوش کردم بابا رحمان مرامتون گوشوار در گوش کردم بابا رحمان مرامتون همه را بیهوش کردم بابا رحمان مرامتون رفتم تگی دلونه بی ریحان مرامتون دیدم ماهی تابانه بی ریحان مرامتون رفتم تگی دلونه بی ریحان مرامتون دیدم ماهی تابانه بی ریحان مرامتون زلفاش زده شانه بی ریحان مرامتون عاشق می سوزانه بی ریحان مرامتون زلفاش زده شانه بی ریحان مرامتون عاشق می سوزانه بی ریحان مرامتون خطون نمایان کردید بابا رحمان مرامتون دلم ویران کردید بابا رحمان مرامتون خطون نمایان کردید بابا رحمان مرامتون دلم ویران کردید بابا رحمان مرامتون مرا جگیریان کردید بابا رحمان مرامتون دلم ویران کردید بابا رحمان مرامتون مرا جگیریان کردید بابا رحمان مرامتون دلم ویران کردید بابا رحمان مرامتون بی ریحان مرامتون بابا رحمان مرامتون بی ریحان مرامتون بابا رحمان مرامتون 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 مرامتون
باز و بندد و من نیست باز و بند و گوشوار و گل و بندد و من نیست باز و بند و گوشوار و گل و بندد و من نیست بچه ای همسایه بگو باز و بندش را بده بچه ای همسایه بگو باز و بندش را بده باز و بند و گوشوار و گل و بندش را بده باز و بند و گوشوار و گل و بندش را بده دختری همسایه میگم باز و بندش ممانست دختری همسایه میگم باز و بندش ممانست باز و بند و گوشوار و گل و بندش ممانست باز و بند و گوشوار و گل و بندش ممانست روی مالی سرم شما باقی زرم شما یار بازو بندم را بده بازو بندم را بده بازو بند و گوشوار و گل و بندم را بده بازو بند و گوشوار و گل و بندم را بده روی مالی سرد از خدت باقی زرد از خدت یار بازو بندد و من است بازو بندد و من است بازو بند و گوشوار و گل و بندد و من است بازو بند و گوشوار و گل و بندد و من است بچه ای همسایه بگو باز و بندش را بده بچه ای همسایه بگو باز و بندش را بده باز و بند و گوشوار و گل و بندش را بده باز و بند و گوشوار و گل و بندش را بده دختری همسایه میگم باز و بندش ممانست دختری همسایه میگم باز و بندش ممانست باز و بند و گوشوار و گل و بندش ممانست باز و بند و گوشوار و گل و بندش ممانست چی میخوایی زی من رنج مده پیش بیرم از کجا آمدی آخر برای خیش بیرم از کجا آمدی آخر برای خیش بیرم بازی بندی مادرم بازی بندم رو بده بازی بند و گوشوار و گل و بندم رو بده بازی بند و گوشوار و گل و بندم رو بده سبرا ساله نمایی به دل هاشیده است میوه عشق تو در شاخه دل جاشیده است میوه عشق تو در شاخه دل جاشیده است چه کنم جان شیرینم باز و بندد و من است چه کنم جان شیرینم باز و بندد و من است باز و بند و گوشوار و گل و بندد و من است باز و بند و گوشوار و گل و بندد و من است بچه ای همسایه بگو باز و بندش را بده بچه ای همسایه بگو باز و بندش را بده باز و بند و گوشوار و گل و بندش را بده باز و بند و گوشوار و گل و بندش را بده دختری همسایه میگم باز و بندش ممانست دختری همسایه میگم باز و بندش ممانست باز و بند و گوشوار و گل و بندش ممانست باز و بند و گوشوار و گل و بندش ممانست حالکی لبم از شما محتاب شبم با شما یار بازو بندم رو بده بازو بندم رو بده بازو بند و گوشوار و گل و بندم رو بده بازو بند و گوشوار و گل و بندم رو بده حالک لبد نصیبا باشی تو اگر حبیبا
بندت به من است باز و بندت به من است باز و بند و گوشوار و گل و بندت به من است باز و بند و گوشوار و گل و بندت به من است عاشق روی تیم یار غزل خوان تیم 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 ای ملتی عزیزی من با پیشوا و پیش در زیر پرچمی وطن با پیشوا و پیش آره هدف یکی و اندیشه ها یکی داریم جمله یک سخن با پیشوا و پیش 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 شمع انجمن نبود نور از کجاست قایم اهل انجمن با پیشوا و پیش از فیض مقدم شما گل کرده سوختی ما صدها هزار جان و تن با پیشوا و پیش صدها هزار جان و تن با پیشوا و پیش و پیش و پیش با پیشوا و پیش با پیش با پیش با پیشوا و پیش ای ملتی عزیزی من با پیشوا و پیش در زیر پرچمی وطن با پیشوا و پیش با پیشوا و پیش با پیشوا و پیش بینندگانی عزیز امروز ما شاهد آن گشتیم که تربیتگرندگان مؤسسه تعلیمی تا مکتبی کودکستان 35 به نام 30 سالگی استقلال در شهر خوجند یک چاره‌بینی کلان و باشکوه را بخشیده به عید نوروز عالم‌افروز برگزار کردند و ما آن را تماشا کردیم، حلاوت بردیم و واقعا هم امروز ما باوری داریم و البته امیدوار هستیم که همین کودکانی که امروز در این خوشحالی در این چاره‌بینی اشتراک کردند واقعا هم برای خود یک درس آینده سازی گرفتند. با آنها درس خویشتن شناسی، ارجگذاری به عرف و عادت، عنعنه‌های ملی نیاگان آموزانده شده ایستاده است و الحال اینجا ما با یک چند نفر مربیه‌های همین کودکستان صحبت میکنیم که در تهیه همین برنامه نوروزی که ما آن را همراه تماشا کردیم سهم خیلی کلان دارند و اینجا البته مسلم است که هر نفر عزیزترین شخص نعمت بی‌بها فرزند خود را به شمایان البته باور میکند و البته این باوری از شمایان باز یک مسئولیت خاصه را هم تقاضا میکند. برای آنکه همین باوری والدین را گم نکنید امروز شما چی کار میکنید؟ البته راست میگویید اینجا هر یک شخص فرزندی خود را یعنی عزیزترین و قیمتترین نعمتی خود را به ما باور کنانیده می آیند. ما هم نیست هر یک فرزندی والدین را چون فرزندی خود مهر و محبت به او زیاد نموده آن را چون فرزندی خود دوست می داریم و آنها را به روحیه تربیه خویشتن شناسی وطن دوستی وطن تربیه نموده کوشش میکنیم که ارزنده همین ملت همین یعنی در مؤسسه تعلیمی 35 30 سالگی استقلال آمده تعلیم و تربیه میگیره همه وقت تعلیم و تربیه با
صفت اعلا گیرن و نامبرداری آینده ما باشن، یعنی نسل نورس آینده ما می باشن. ما حرکت به خرج می دهیم. هر یک ایدو ایام البته به خود خاص یک خوشحالی ها دارد که در همین کودکستان برگزار می شود و با زحمت شمایان مربیه ها چاربینی ها مثل امروزه یک با رنگ و تراوت تازه پیشکش هم والدین می گردد و هم خودی همین تربیت گیرندگان می شود و وقتی که همین ایام بهار نوروز عالم افروز فرا می رسد روحیه خودی همین کودکان رو هم احساس می کنید که مثلا از دیگر خوشحالی ها فرقیت دارد همین چاربینی نوروزی حس می کنید؟ البته حس می کنیم. نوروز این برای کودکان این بسیار اهمیتی کلان دارد برای رشد جهانبینی کودکان و بلند برداشتن فکرانی ذهنی و بیدار نمودنی حس کنجکاوی در بین آنها از سن خردسالی برای آینده درخشان آنها بسیار اهمیتی کلان دارد. امروز ما نوروز را برای باز هم بیشتر و بیشتر وسیع نمودن فکرانی و جهانبینی کودکان و شناس نمودن از تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک شناس نمودن ما امروز آمادگی دیدیم و پیشکش شمایان گردانیدیم. نکنون وقتی که ما همین برنامه نوروزی شما رو تماشا کردیم در برابر کودکان خود شما نیز خوشنودی داشتید، در برابر آنها برآمدهای خیلی جالب هم کردید. همین همکاری کودکان شما چقدر براه مانده شده است؟ وقتی مثلا همین گونه برآمدها می شود نه تنها ذوق خود خوانندگان بلکه خود شمایان مربیه ها رو هم شخصا خود شما می بینید که مثلا خود مربیه ها نیز شوق و ذوق بی اندازه دارند. بله آنها خودشان بسیار دلانگیز هستند، بسیار دلجو هستند. وقتی که ما خرسندی آنها رو میبینیم علاقه ما نیز در خود محصولی مهنتی بله البته این محصولی مهنتی هر یک مربیه می باشد. آنها همیشه خرسند باشند. اگر ما نیز دوچند آنها را دیده دوچند خرسندی خود را نشان میدهیم. یعنی خرسندی شمایان همراه کودکان پره می شود. البته. و خوشحالی کودکان با شمایان زیبا است. البته. از شما دیده آنها عبرت میگیرند، تعلیم، تربیه میگیرند. البته. وقتی که آنها خوشحال می شوند البته مربیان نیز به خوشحالی آنها نگاه کرده خود را در یک آسمانی بلند حس میکنند. برای همین آماده نمودن همین گونه چاره‌بینی ها برای شمایان مثلا مربیه ها در گروه ها چند مدت وقت لازم است؟ این چاره‌بینی که ما امروز تماشا کردیم من تا حال هنوز هم از اون فضا برآمده نتوانسته ایستادم. بسیار خیلی زیبا به درجه بلند گذرانیده شد. چند مدت وقت لازم است؟ نه آنقدر مدتی زیاد لازم است چون که ما در همین مشغولیت ها که درباره وطن پرستی درباره ایدها در آنها با آنها صحبت ها میگذرانیم علاقه آنها با این ایدو با و شناس می باشند آنانه های ملی البته شناس می باشند. نه آنقدر مدت زیاد به تیار نمودن خوشحالی های نوروزی به ما لازم می آید. یعنی که نه تنها امروز یک روز بلکه در دیگر روزهای مقرری نیست البته شما با کودکان مشغولیت میگذرونید و همین گونه خب آنها ها رو سنت ها رو عرف و عادت رو درس وطن دوستی و خویشتن شناسی رو تلقین میکنید. البته حالا که فصل بهار آمده است البته ما درباره ایدهای بهاری درباره فصل بهار کدام ایدها را جشن میگیریم البته به آنها پیشکی معلومات میدهیم آنها را شناس می‌نماییم با آنهای ملی شناس نموده بعد به خوشحالی خود تیار نمودن را آغاز می‌نماییم. آفرین. ولی من با فکر شما چه همین وقتی که شما کودکان رو آماده میکنید من فکر میکنم که حتما با والدین آنها نیز همکاری را براه مانده اید و گفت و شنید یا گفتگو هم میشود. خود والدین چه قبول میکنند همین خب برآمد کودکان خود را و همیشه که شما رو دستگیری میکنند در همین گونه موردها؟ متاسفانه نه همه والدین ما رو دستگیری می نماید. هستند والدین هایی که ما رو دستگیری می نمایند از حال احوال کودکشان پرسان می شوند و ما چیزهای لازمه رو دسترس می نمایند و ما نیز کوشش می نماییم که با همه والدین ها کار کنیم همهشان رو به جلب کنیم به خودمون جلب کنیم کودکانشان رو تربیه کنیم. آینده کودکان آینده ساز ملت هستند. گروه خرد است کودکان من بسیار شیرین هستند.
با ویها صحبت کردن، با ویها معامله کردن به حد خودتون هم خوشحال میشوید با کودکان وقتی صحبت به حد میکنید؟ من با برابری همونها به دوره کودکی خودم وارد میشوم، با برابری آنها و آنها چی نمود که رفتار کنند من همون طور باید رفتار کنم که ویها مرا فهمند. همین احساسات شما رو خود والدین هم قبول کرده میتونند یا حس میکنند؟ در بسیار موردها حس می نمایند، قبول می نمایند و حرکت میکنند که با ما همکاری کنند و هر یک پیشنهاد یا نوگانی ها رو شما حتما با والدین موافقه میکنید؟ رازگی آنها رو مصلحت میکنیم با آنها در مسئله سر و لباس، در مسئله یگانجا بردنی کودکان، تعلیم تربیت دادنی آنها، ما با آنها موافقه میکنیم. حالا شما گفتید که کودکان را دوست می‌دارید. از سخن‌های شما من حس کرده ایستادم و خب وقتی که در گروه با کودکان خردسال گفتگو میکنید، مشغولیت میگذرونید یا بازی ها یا همراه آنها دوام روز هستید، شما دوره های کودکی خود را هم به خاطر میآورید که مثلا زمانی که شما خردسال بودید انا همین گونه شرایط های بهترین بود برای خود شمایان هم مهیا بود در کودکستان ها؟ نه متاسفانه مقایسه میکنید دوره کودکی خود؟ دوره کودکی ما به حد عادی بود، یک رنگ بود، حاضر گوناگون رنگ است. حاضر کودکان ما، بسیاری کودکان ما در مؤسسه های هم با همه شرایط تجهیزانیده شده و تعلیم تربیه میگیرند. یعنی کودکان خوشبختی دوران استقلال هستند. خودتون هم مثلا با کودکستان در کودکستان بودید؟ البته هم ما در کودکستان بودیم، ما خرد بودیم، لیکن این شرایط ها عموما مهیا نبود. ما مثال علاوه میکرد کمور همه جا سیاسی منه با تشبس های مثال اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان، همین قدر زمانوی کودکستان ها، مکتب ها به استفاده برده شده ایستاده است. کودکان عصری 21 در شرایط های بهترین تعلیم و تربیه میکنه. ما کوشش به خرج میدیم که این دستگیری های جناب عالی را، چون گوهری که چشم نگاه داشته کودکان را با صفتی بلند تعلیم و تربیه دهیم. آفرین. و من فکر میکنم که شاید همون دوره کودکی شما به سالهای همون 90 و ابتدای 2000 راست آمدگی. خب از سخنهای شما معلوم. شما چی معلومه باری هم از کسب انتخاب کرده خود پشیمان گردیده بودید؟ من میفهمم که کاری تعلیم و تربیه دشوار است، این کاری آسان نیست، این مسئولیت خیلی بلند هم هست و خیلی که از ابتدا گفتم این باوری والدین است که امروز همین عزیزترین، قیمتترین، بی‌بهاترین گنج نایاب خود، گوهره که چشم خود را، نعمتی عزیز عمر خود را به شمایان باور میکنند و شاید میشود حالتهایی که خسته میشوید از کسب انتخاب کرده خود، شاید پشیمان هم میشوید. همین گونه حالت ها میشود؟ نه، از کسب انتخاب کرده خود من پشیمان نیستم، زیرا با کودکان کار بردن خیلی آسان نغز می باشد. من در روزهای استراحت بیشتر میخوام که روزهای کاری باشد و آمده با کودکان کاربری کنم. حتی در روزهای استراحت ما آنها را مثلا یاد میکنیم، سخنهای آنها را به فرزندان خودمان گفته آنها را یاد کرده در روزهای استراحت هم نیست میخواهیم با آنها کاربری نماییم. آفرین. نه هر کس مربی شده میتواند به فکر من و برای اون که شما مربی شوید واقعا پیش از همه کودکان را دوست داشته، به عالم آنها وارد شده، دنیای آنها را درک کرده توانستن لازم و من فکر میکنم که همه همین خصوصیت در شمایان هست و خیلی که در بالا ما تماشا کردیم آن چاره‌بینی که امروز برگزار گردید بر علا احساس میشد که واقعا هم اینجا همکاری متقابلا سودمند، همکاری زیج بین کودکان، مربیه ها، والدین، یعنی همکاری سه طرفه به پررگی به راه مانده شده است. خب مشکلات همین کار خود را در چی میبینید؟ البته هر یک کسب و کار به خود خاص یک نازکی های خود را دارد، واقعا مشکلات خود را هم دارد. خب همین مشکلات کار خود را در چی میبینید؟ وزنینی کار خود را در چی میبینید یا نیست این گونه حالت ها؟ کی میگوید؟
البته همه کسب که ما انتخاب نموده البته همه کار مشکلات خود را دارد. ما حرکت میکنیم از همون وقتی که کودکان را به کودکستان قبول میکنیم آنها را چون گوهرکی چشم احتیاط نماییم، آنها به حرکت میکنیم که آنها آسیب نبینند و صحت و سلامت به خانه خود به والدین خود البته برگردند. این واقعا هم این مسئولیت بزرگ است و پای خود هم واقعا هم جوابگری بزرگ را دارد. ما بر یک کودکان البته جوابگر هستیم و این رو خود پیش از همه البته حس میکنیم. البته حس میکنیم، حرکت میکنیم، مسئولیت خود را حس کرده بعد با آنها کاربری مینماییم. آفرین. وقتی که پگاهی ما کودکان را قبول میکنیم، اول پیش از اون که ما از پدر و مادرشان قبول میکنیم، ما اول کودکان را از معاینه طبی میگذرانیم، میبینیم که امروز کودک چه آمد، با کدام روحیه آمد، شاد است یا اینکه بولیده است یا که غمگین است. میپرسیم وقتی که غمگین است الکی ما با پدر و مادر همکاری میکنیم برای چی امروز غمگین آمد به کودکستان. شاید در اویله یگان مثلا پرابلم به میان آمده است. بعضی کودک‌ها میآیند بسیار خرسند دوام به باغچه میآیند، بعضیشان میگویند غمگین. چرا تو امروز غمگین هستی؟ پرسان میشویم آنها جواب نمیدن، بعضیشان جواب میدن بعضیشان جواب دادن نمیخوان. وقتی که با پدر و مادرشان پرسان میشویم بعدا به جوابهای خود به سوالهای خود جواب مییابیم. یعنی شما همیشگی با کودک در رابطه هستید، در علاقه هستید و با آنها گفتگو میکنید، نه تنها مثلا کارهای مثلا تعلیم یا تربیه مثلا اون مشغولیت هایی که گفته استادید، بلکه همچون انسان همچون مادرانه با آنها صحبت کرده با خب باطن آنها روحیه آنها هم واقعا وارد میشوید و با آنها صحبت وقتی که آنها خوشحال می آیند البته همان روز به مربی های مشکلی نیست. وقتی که ما ورزشی پگاهی روزی می گذرانیم مشغولیت گذراندن بهتر و خوبتر است و آسانتر می نماید و می گذرد و کودکان نقص به خود همون روزه مشغولیت را درک می نمایند. اگر وقتی که غمگین آنها می آیند البته همون روزشان غمگین می نمایند، به گوشهایشان به نظرم گپ‌های مربی نیز نمی درآید و ما الکی ما اول البته از فرزند پرسان میشویم کودکان چه خیلی که راستی گپ را میگویند، بعضی هاشون میگن مادرم یا جنگ کردن یا پدرم در راه جنگ کردن. ما البته اول کودک میگوییم که برای خوشحال نمودن کودک میگوییم که ما پدرتان یا مادرتان را جمع میکنیم، دیگه نمیگیم. اول وی را خرسند کرده بعد پرسان میشویم برای چی جنگ کردن. سونی به اون نیز نصیحت میکنیم که البته باید گپی کلان سالان را گوش دهیم، به گفته هاشون را جا کنیم، آنها بیهوده کودکان را جنگ نمیکنند و شما بسیارتر باور میکنند. البته هر یک کودک پیش از همه در اویله تربیه میگیرد، بعدن این تربیه وی در کودکستان، مکتب، دانشگاه، در مجموع در جامعه تشکل مییابد، پوره میشود. امروز در همین کودکستانی که شما فعالیت دارید برای خب تربیه مکمل و ارزنده تا مکتبی کودکان کدام تدبیر و چاره ها اندیشیده میشوند؟ شکرانه از آن میکنیم که کودکان دوره استقلال را تعلیم و تربیت داده ایستادیم. چخیلی که میگویند غشت اول را ما از همین مؤسسه از کودکستان ما میگذاریم، مربی ها میگذاریم. برای این وقتی که ما مشغولیت میگذاریم هر یک مشغولیت ما این به جهانبینی کودکان وابستگی خیلی کلان دارد. وقتی که ما مشغولیت متماتیک را میگذاریم الکی ما با واسطه های چی؟ با واسطه های عیانیت، با واسطه های تکنیکی ما با آنها مشغولیت گذرانده میتوانیم. وقتی که ما به عیانیت به واسطه تکنیکی ما با کودکان مشغولیت ها میگذرانیم آنها قریب که اهمیت هم نمیدن. وقتی که ما طریق مشغولیت، طریق واسطه تکنیکی، طریق عیانیت ها ما با کودکان مشغولیت ها رو میگذاریم الکی دقت کودکان رو به خود جلب کرده میتوانیم. میگیریم مشغولیت شناسایی با محیط اطراف را میگیریم. وقتی که ما همطور بهار آمد صدای بلبل آمد گوییم چه خیلی وقتی که رسم طبیعت را مانیم و چهچه بلبل در آنجا صدا داده است الکی کودکان خود رو دیگر حس میکنند. حتی فکر میکنم که همین طبیعتی که اطراف همین کودکستان را احاطه کرده است خیلی زیبا طبیعت زنده، از اون هم کودکان برای خودشان یک تربیه خوب هم میگرفتند، تربیه زیبای پرستی.
خب باز ما از روی برنامه‌های رنگین کمان استفاده می‌بریم. امین از روی کانسپسی ملی تربیه یعنی 18 سمتی تربیه به ما وشته است. ما از روی همین کارگزاری کرده همین سمت‌های تربیه رو به جا گذاشته همین آنها رو کاربری می‌نماییم. مثال وقتی که به سیر و گشت میبریم به محیط اطراف همین باغچه ما گفتید وقتی که هر روز من چنانه که فصل بهار فصل زیبای سال نیز آمد هر روز در ساعتی معین کودکان را مربیه ها با همراهی یاردمچی خود به گید و اطرافی باغچه برآورده سیر و گشت نموده علاقه آنها را با بیدارشبی طبیعت با بازی با مهنت آنها را شناس نموده کار و فعالیت نموده جهان بینی کودکان را وسیع می‌نماید. تشکر سلامت باشید. البته در فرجام همین صحبت ما من به همه شمایان اظهار سپاس می‌نمایم و تشکر میگویم که امروز شمایان تکلیف ما را رد نکردید. در برنامه پیچتاب زمان که با نام نوروز با کودکان برگزار گردید اشتراک کردید بار دیگر مهارت هم خود را و هم تربیت گیرندگانتان را با تمام تماشابینان ما نشان دادید. در این کسب و کاری خیلی مشکل و در برابر این با شرفتان من به همه شمایان موفقیت خواهان هستم. نوروزتان مبارک باشد. از برآمد امروزه تربیت گیرندگان کودکستان رقم 35 شهر خوجند برمی آید که درس آینده سازی را در این مؤسسه تا مکتبی خوب به راه ماندند. زیرا با از خود نمودن عرف و عادت و عنعنه‌های نیاگان آنها خودآگاه و خویشتن‌شناس تربیت یافته وظیفه میراثبری خود را پیش ملت ادامه خواهند داد. در همین جا برنامه امروزه پیچتاب زمان به انتها می رسد. بگذار نوروز عالم افروز به خانواده هر یک تاجیک و تاجیکستانی گرمی و فراوانی و آسایشتگی آرد. خرسندی و شادی بی پایان کودکان همیشگی در کاشانه شما طنین انداز باشد و در فرجام برنامه نوروزی پیچتاب زمان که با عنوان نوروز با کودکان زیباست برگزار گردید من پیش از همه از نام گروه ایجادی و تکنیکی برنامه پیچتاب زمان سیمای مستقل یکم با تمام مربیگان هیئت گروه کاری همین مؤسسه تا مکتبی رقم 35 شهر خوجند اظهار سپاس می نمایم. در همین جا در فرجام برنامه من شخصا منتداری گروه کاری پیچتاب زمان را به مدیر همین کودکستان 35 رضایه و شاعره خان رستم جانونا اظهار سپاس میگویم. منتداری خود را میرسونم. برنامه ما به انتها میرسد. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید. خیر.